سلام دوستان، به کانال فیدبک فیلم خیلی خوش اومدین. امروز همراه شما هستیم با یه اپیزود دیگه از بررسی و معرفی سریال های ترکی و قراره که سریال ترکی سنگ کاغذ قیچی رو به شما عزیزان معرفی کنیم. یه سریال در ژانر رازآلود، عاشقانه و هیجان انگیز. ابتدا داستان سریال رو با هم مرور میکنیم، اما قبلش باید با شخصیت اصلی سریال یعنی امید آشنا بشیم. در واقع داستان سریال در مورد امید هستش. امید فردیه که به اختلال نادری مبتلای بر تقریبا همه چیز رو به یاد میاره و هیچ رویدادی رو در زندگیش فراموش نمیکنه. او و پدرش رضا زندگی نسبتا عادی با هم دارن تا اینکه پدرش به اتهام قتل متهم بشه. امید تصمیم میگیره با استفاده از حافظه دقیق خودش و مهارت‌های حقوقی که داره بیگناهی پدرش رو ثابت کنه. در مسیر این مبارزه او متوجه حقایقی میشه که خانواده قدرتمند و خبیث در پشت این صحنه‌ها قرار داره. امید با مقاومت‌ها، تهدیدها و توطئه‌هایی روبرو میشه که زندگی خودش و اطرافیانش رو تحت تاثیر قرار میده. در طی این سریال معماهایی درباره گذشته افراد، انگیزه‌ها و رازهایی که در هر شخصیت نهفته هستش افشا میشه. امید مجبور میشه به این اعتماد به اطرافیان و شک در آنها یکی رو انتخاب کنه، در حالی که دشمنان او در تاریکی نقشه‌های خبیثی میکشن. با پیشروی داستان مخاطب در میابه که شاید چیزی که ساده به نظر میرسه فقط روی جلد ماجرا باشه. در نهایت عدالت، حقیقت و انتقام‌ها نقش‌ها رو عوض میکنه و قهرمان باید بهای انتخاب‌هایی که انجام میده رو بپردازه. در کل اگر بخوایم به نکات مثبت سریال اشاره کنیم، میتونیم به شخصیت پردازی چند وجهی اشاره کنیم. شخصیت‌ها اغلب رازها و انگیزه‌های دو پهلو دارن، نه سیاه مطلق هستن و نه سفید مطلق. این باعث میشه که مخاطب شک کنه و هیجان بیشتری رو حس کنه و همچنین سریال به خوبی از لحظات رازآلود و معماها استفاده میکنه تا مخاطب رو درگیر داستان خودش کنه و هر قسمت رو بتونه به هم متصل کنه. و لوکیشن های سریال هم بیشتر در محیط های شهری و رسمی میگذره. دادگاه ها، دفترهای وکالت، خانه های مجلل خانواده های قدرتمند و خیابان های شلوغ. رنگبندی غالبا سرد و نیمه تاریک هم باعث شده تا اون حس تعلیق، فشار و رازآلود بودن رو به سریال القا کنه و به طور کلی فضای سریال سنگین، مرموز و عدالت محوره و ترکیبی از دنیای دادگاه و جنایت. اما این اپیزود از بررسی و معرفی سریال های ترکی هم به پایان رسید. امیدوارم که از دیدن این سریال لذت ببرین و اگه دوست داشتین از من هم حمایت کنین و تا یه اپیزود دیگه و یه بررسی و معرفی سریال دیگه، خدا نگهدار.